سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حال همتون خوب باشه. همونطور که از روی تامنیل ویدیو هم فهمیدین ما اومدیم امروز بازی ایران قطر رو با هم داشته باشیم و الان هم همونطور که دیدید فوکوس دوربین به فنا رفت. آقا قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم لایک، ساب دیگه همه خودتون میدونید، زنگوله اینا رو همه رو فعال بکنید. عشق منید، لیتس گو. آقا همونطور که میدونید در آسیا، در لیگ آسیا ما کینه کردیم از قطر و من خودم اینجوریم که هر موقع میام پیس بازی کنم حتما باید یک دست ایران قطر بازی بکنم و قطر رو هم ببرم. خود پیس هم میدونه، ببینید من هم میزنم ایران، اینم میزنم قطر. خودش میدونه که آقا من به مزه وارد شدن باید یه دست ایران قطر بازی بکنم. خب دوربینم فوکوسشو درست کردیم، میریم برای ورزشگاه. توی ورزشگاه من زدم که ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، ولی مثلا بایر مونیخ میتونه بهتر بوده باشه. یا این ورزشگاه رو برمی‌داریم، میریم برای ترکیب. خب به نظرم 4-4-2 میتونه ترکیب خوبی باشه. ای بابا یه لحظه دستیم خورد. خب سردار آزمون رو نیورده تو ترکیب. سردار آزمون رو میاریم با تارمی جاشو عوض میکنیم. خب خوبه، میریم از این ور توپمون رو انتخاب کنیم. خوبه، همین مال جام جهانی 2022. نو استارت. خب دست استارت کردیم، بریم ببینیم چی میشه. آقا حتما لایک، سابسکرایب کانال من فراموشتون نشه. عشق منید. و آقا من این باره بذارید یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، این بار 5م دارم براتون ریکورد میکنم. خب یه بار وسطش برق پرید، بعد یعنی برق خونه به فشار اومد، پت زد، کلا پرید همه چی، بعد کلا مشکل داشتیم دیگه. آقا بار 4م دارم براتون ضبط میکنم، امیدوارم که بار 4م بار آخرم هم باشه. البته بازی ایران قطر رو ها، اگه نه براتون که ویدیو رو با عشق باید ضبط بکنیم. بریم. سعیم اینه از کناره ها بتونم پرس بکنم و بعد سانتر کنم. و گرفت در دستانش دروازه‌بان قطر. شوت میکنه، هوا مه‌آلود که نیست، بارون داره اینجا. خودش فکر کنم زد، نه کورنر نشد فکر کنم. آره خدا کنه کورنر نشده باشه. نشده. خدا وکیلی قبول دارین موقعی که بارون میاد فوتبال بازی کردن اصلا نمیچسبه. آقا موقعیت حساسی بود، دماغم میخارید، نمیشد استوب نزنم. استوب زدم الان دیگه. بابا ای خدا. خب بارون رو نگاه کن، بازی نباید لغو میشد به نظر شما. الان استارت کردین دستو به علت بارون بازی لغو شده، باید بعدم بیاد. خب امیدوارم که جلوی 1200 نفر سابسکرایبر عزیزم برنده بشم و بتونم که ایران رو سربلند بکنم. بله بچه بازی حساس، انتظار صحبت کردن از من نداشته باشید. به خدا خودتونم بودین همینجوری بودین. بازی حساسه الان، درک کنید. چقدر عاقلا در صفی دارم صحبت میکنم. خب خداش و گل اولی که خوردیم، گل اولی که از قطری ها خوردیم. ای بابا اینا خوشحالیم اینقدر آدم خوب میشه به خدا. اشکال نداره.
بزنیم بهشون، مهم نیست. یه پرس از کناره ها. دقیقه 18 بازی اجازه. و گولی که زدیم کمتر از 2-3 دقیقه جبران. عالی و عالی. سردار آزمون هم گلمون رو به ثمر رسوند. دم سردار گرم. توی بازی جدید با قطر هم واقعا سردار خیلی عالی عمل کرد. به 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 اش کردیم خدا وکیلی. صحنه گلو، فقط صحنه گلو. اینجا خورده بازی میدیم. سردار اینجوری گلی که زد اصلا بسته دیگه، بسته دیگه. چقدر 1-1 مساوی. دقیقه 20 بازی 1-1 مساوی. چیکار کردم اصلا من؟ معلوم نبود چیکار کردم. خب آزمون بره داخل، ما براش سانتر کنیم. و گلی که میتونست بشه و نشد. همینو میخواستم میگم، تو دلم مونده بود گفتم. بچه لوکس و زنگوله فراموشتون نشه. ما برای این ویدیو هزینه کرد، اصلا هزینه بکنم زحمت کشیدیم. ما با دهنمون سرویس شده سر تامنیل این ویدیو، سر ضبطش. اول ما میرسیم. گل فقط. یس 2-1 ایران. مهدی طارمی. بابا خودم. بابا مهدی طارمی. بابا تیم. اصلا بابا تماشاگرها رو فقط دوست دارم صحنه گل یه بار دیگه ببینیم. اصلا یه لحظه قطر اشتباه کرد واقعا. اومدیم اینجا خیلی شانس آوردیم. توپ اول ما گرفتیم. این پاسی که دادیم و این شوتی که مهدی زد و گل. در نهایت گل. خب 2-1 به نفع ایران. او رفت تو نمیدونم چیاش. خب دقیقه 34 ما 2-1 ببینیم بقیه‌اش رو چیکار میکنیم. آزمون اگه اونجا نبود یه کاتدار میزدم همه تونش کنیم. یعنی زدم اونجا بود دیگه، کات شوبر نداشت. یه دونه کاتدار کوچولو. ای بابا کاتدار زدم ولی رو سر بازیکنان نزدم. و اینجا ازمون گرفت. لامصب اکرم. یک دل توی فوتبال، یک دل پر از جمعیت ایرانی از این اکرم عفیف خونن همشون. اینجا آخه چرا؟ اینجا آخه چرا؟ ای خدا زبانم قاصر است از صحبت کردن. دوستان نمیدونم صحبت کنم واقعا. اینم که خب نیمه اول بازی بچه ها تموم شد و به نفع ایران
برنده به رختکن میره با نتیجه 2-1. و اینم آمار رو میبینید 2-1 پاس 50-50. و حالا چیزای دیگر هم که اگه میخواد خودتون استوب بزنید بخونید که هیچ کدومتون هم نمیخواد، اینو مطمئنم لازم نیست بگید به خودم مطمئنم میدونم. دست شما در نکنه. یه گل دیگه یا اگه 2 تا گل دیگه بزنیم که عالی میشه. نتیجه بازی جدید ایران قطر اگه بشه 4-1 خیلی بال، یعنی بازی خیلی خوب میشه. مهدی طارمی میره برای سانتر خوشگل رو سر سردارم اینطور داره میره داخل، منتظر سانتر مهدیه. اینجا این صحنه که گل نشد و نشد دیگه، کلا رفت کردن. این صحنه که توپو دفع کردن و نذاشتن. اکرم عفیف. دقیقه 54 بازی هستیم و اینجا توپشو میزنه، نمیدونم کی بود. ای بابا توپو زد و ما زدیم. خوبه. کورنر شد نه؟ آره ما زدیم دیگه. بزن. اینجوری توپی که دفع میکنی چندین بار تلاش برای گل زدن میکنن، اما خب ما به این سادگی ها گل نمیخوریم. الان گل میخوریم. بابا بریم کیه؟ مهدی طارمی؟ نه مهدی سرداره، مهدی توه. مهدی طارمی منتظر برای سانتر. اینجا چیزی که خراب کردیم. مهدی طارمی دیگه منتظر نباش، ما خراب کردیم. اینجا توپمونو بازم زدن متاسفانه. دقیقه 66 بازی 2-1 نفع ایران. بچه لوک ساب زنگوله اینا فراموش نشه. عشق منید، شما هستید که ما هم هستیم دیگه. چند وقت یه تصمیم گرفتم برای این ویدیو اینا رو هم بگیم آقا، ما که شما که دارین ما نگاه میکنیم اینا رو هم بشنویم. چند وقت یه تصمیم گرفتم براتون ویدیوی بلند بیشتر آپلود بکنم، چون که همونطور که میدونید ما کلا ویدیو کانالمون درباره شورته، یعنی کلا شورت کار میکنه. بعد گفتم که خب چرا لانگ کار نکنیم و اینطوری شد که ما گفتیم بذاریم برای شما لانگ هم کار بکنیم دیگه. درسته شاید یه سری سختی ها داشته باشه، هزینه تامنیل باشه و کلی چیزای دیگه، ولی خب دیگه اشکالی نداره دیگه. بالاخره شما این میگه، شما ارزشتون بیشتر از این حرفا. ای شور قطری بیشور اونجا واسطه بود نذاش. نه البته خوب شد، اگه بتونم بفرستم رو سر آزمون. ای بابا همچه میگم ای بابا هم زاویه رو میشه دیسن گل کرد. خب چون 14 دقیقه ویدیو شد برگام. مشکل میدونیم چیه؟ یه لحظه من استوب بزنم. خب نور درست کردم. اکرم عفیف 10% باتری کلن. امیدوارم تا پایان با ما باشه این 10% باتری.
این چرا اینجوری پاس داد؟ وای خدایا. قطر تعویض انجام داد، ترسید، لرزید. دقیقه 79 2-1 به نفع ایران. بچه ها اگه میخواید از این سبک ویدیوها بیشتر داشته باشیم، بیشتر مثلا ویدیوی فوتبالی داشته باشیم، حتما توی کامنت ها بگید، سعی میکنیم که براتون بذاریم. مثلا بگید رئال بارسا، نمیدونم النصر، مثلا تیم مسی کی بود؟ من فن مسی نیستم، رونالدویی ام، نمیدونم تیمش چی بود؟ یادم رفته. مثلا النصر و تیم مسی، کشورها تو کامنت ها بگید، سعیمون رو میکنیم که برای شما ویدیوی اونم ضبط کنیم. و بعد میریم برای یه سانتر دیگه که نذاشت بریم. دقیقه 86 بازی داره تموم میشه تقریبا. خب خدایا یه گل دیگه فقط میخوام، نه فقط یه گل دیگه که معلومه تا همین الان شام بردیم، یه گل دیگه میخوایم بالاخره 3 گله. این من دیگه به احتمال زیاد موقعیت آخره دیگه، اگه بشه همینه. و شد سومین گل در دقایق آخر، سومین گل در دقایق آخر. خدایا شکرت، خدایا شکرت. سردارم نتونستن در بیارن. سردار بابا لعنت. بیرانوند و خدایی، بیرانوند و 16-17 دقیقه ویدیو شد. بیرانوند و فقط بیرانوند بابا لعنتی. و حداقل سردار و مهدی طارمی رو درست در می آوردین. این دوتا که تو تیمای خارجی هم دارن بازی میکنن. و بازی تموم شد. آقا مرسی که این ویدیو همراه ما بودیم. توی این ویدیو تا آخر همراه ما بودیم با برد قطر 3-1. اگه یه دونه دیگه میزد میشد 4-1. خب میشد همین بازی قبلی که انجام دادم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک، ساب، زنگوله فراموشتون نشه و عشق منید. خدافظ.